خوش اومدین. من تقلبم هم اتفاقا از جی پی تی گرفتم و فوروش که آقا ما چی بپرسیم از رفقامون و سوالای خیلی خوبی هم داده کلا. ولی یکی از چیزایی که حالا میخوام باهاش یه وارماپی بکنیم و شروع کنیم بحث رو قبل از اینکه حالا وارد سوالای تخصصی تر بشیم اینه که نقش AI رو در آینده مارکتینگ. من تاکید میکنم که دیجیتال مارکتینگ نه، چون الان تو آفلاین ها هم خب داریم میبینیم که تبلیغات تعاملی چقدر رشد کرده و چقدر نفوذش داره بیشتر میشه و AI چه کمکی میتونه بکنه به بهینه‌سازی تبلیغات به صورت کلی و مارکتینگ. از هر کدوم از شما بزرگوارا. من سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز و مارکان دوست داشتنی. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردیم. من علی جاه شهربانویی هستم، مشاور و مدرس بازاریابی و تبلیغات. عرض کنم خدمتت که واقعیت مطلب اینه که من به عنوان مشاور در حوزه مارکتینگ اگر بخوام برای همین بخش وارماپ خدمتت عرض کنم دو تا کمک خیلی بزرگ میگیرم که فکر میکنم آینده بازاریابی رو بیش از پیش تحت تأثیر قرار بده، چون امروز دارم ازش استفاده میکنم و فکر میکنم فردا اتفاقات بهتری بیفته. اولین مسئله گم نکردن کل فضا و ساختاره. بعضی موقع‌ها ما در بازاریابی به خاطر مسائل و ایشوهایی که در سازمان هست و وقتی توش عمیق میشیم برای حلش یه دفعه‌ای به قول اونوریات بیگ پیکچر یا تصویر بزرگ رو گم میکنیم و اگر ما درست اون AI که داریم ازش استفاده میکنیم برای هر کسب و کار، که من این کار رو واقعا چند روز زمان میذارم و انجام میدم ترینش بکنی، اون باعث میشه که شما اون فضای اصلی رو گم نکنید. به خاطر اینکه همیشه بزرگترهای ما، استادای ما به ما میگفتن که یک مشاور خوب در زمینه بازاریابی، کلا در زمینه مدیریت، اما بازاریابی مثل هواپیمایی میمونه که باید در ارتفاع فرض کنین 20,000 پایی پرواز کنه و بالا همه سازمان رو ببینه، دچار خطاهای شناختی در کیس های مختلف و مسائل مختلف نشه و کم کم در هر مسئله فرود بیاد و شروع کنه حل اون مسئله و راه حل بده. پس این مورد اول. دومین نکته، علی‌رغم اینکه خیلی از دوستان به ویژه دوستان جوان ما فکر میکنن که وقتی میرن توی یک شرکتی برای مشاوره یا حتی سمت‌های اجرایی بازاریابی دیتا در سازمان ها نیست، من میخوام اینو اتفاقا برعکسشو بگم. دیتا در سازمان هایی که حداقل من باهاش در ارتباط بودم بسیار زیاده. این نکته خیلی مهمیه. حتی من شاید سال 2006 اینا کتاب بازاریابی داده محور مارک جفری رو که میخوندم اون همین حرف رو زد. بعد من میگفتم والا این سازمانه که من دارم میرم که دیتا کمه، ما باید بریم دیتا. وقتی کمی عمیق‌تر شدم، یکم با تجربه تر شدم، کارهای جدی‌تری به من سپرده شد، دیدم چقدر اون حرفه درست بوده. حالا AI چه کمکی میکنه؟ باعث میشه که ما توی این دیتا گم نشیم، غرق نشیم. ببین مثلا الان یه بیزنسی من دارم صحبت میکنم، مدل های پیچیده ای از فروش داره توسط نماینده مستقیم، از نماینده به یک کاستومر دیگه، به یک کاستومر دیگه تا به کانسومر میرسه و هر کدوم از اینا داده های خودشو داره در بخش های مختلف و فروش بگیر، سود بگیر و خیلی ماجراهای دیگه که من واردش نمیخوام بشم، نمیخوام سر شما و مخاطبانتون درد بیارم. این باعث میشه که ما بتونیم این گستره عظیم داده رو به زنجیر بکشیم و به نگاه ما از بازاریابی داده محور کمک کنیم. این به نظر من اون دوتا اتفاق بزرگ در بازاریابی.
مرسی، ممنونم. مارکان جان تو چه فکر میکنیم با این سمتی که داریم میریم مثلا درسته یا چقدر میتونه کمک کنه؟ چون این سمتیه که محکومیم، فکر کنم همه ماها محکومیم، نه فقط ما شاید در خاورمیانه و این نقطه حساس کنونی. فکر میکنم که همه دنیا محکومه با همین تعریفی که علی جا کرد بره به سمت استفاده از این هوشی که بهش میگیم دیگه، حالا هوش مصنوعی که واقعا معلوم نیست تا کی میخواد با همین تایتل مصنوعیش ادامه بده و بیاد. آره درسته. حالا من یه ذره از منظر در واقع اون پی پروموشن میخوامش نگاه بکنم، چون که اون 4 تا پی مارکتینگ و علی جا خیلی از من مسلط تره. من بیشتر رو همون پی پروموشن یا اون بخش تبلیغات میتونم صحبت بکنم. نهایتاً اون چیزی که ببین کلاً این ماجرا چه شکلیه، ماجرا این شکلی بوده که ما یه زمانی به عنوان انسان هوشمند اون گونه آخر هوموساپینس شروع کردیم به در واقع اعتماد کردن و رام کردن طبیعت. ما شروع کردیم به اینکه به حیوانات رو اهلی بکنیم، کشاورزی رو، گیاهان رو اهلی بکنیم و بعدش تبدیل شدیم امروز به آدم‌هایی که ماشین‌ها رو داریم اهلی می‌کنیم و داریم تربیت می‌کنیم، داریم ترینشون می‌کنیم و احتمالاً مرحله بعدی اینه که ماشین‌ها حالا ما رو ترین بکنه. آره، یعنی داستانی که وجود داره اینه که ما خیلی زود داریم تن میدیم به این ترین شدن توسط ماشین ها و در واقع هرچی ماشین میگه ما انجام بدیم و اینها. باز بخوام برگردم گونه هوموساپینس ها، اصولا ما انسان های هوشمند شکارچی های خیلی قهار، خیلی که گروهی گله‌ای حمله می‌کردیم و موجود دیگه بودیم و خیلی به نظر میرسه که این گونه داره تغییر میکنه سر این قضیه. میخوام برگردم به ماجرای ماشین ها. امروز خب من قطعا این توانایی رو دارم که یه سری در واقع حجم دیتایی که میتونم بگیرم اولش خیلی وسیع‌تر از قبل باشه. در واقع اون چیزی که مثلا علی جای عزیز بیشتر روش متمرکزه مارکتینگ بریفه، چیزی که من بیشتر روش متمرکزم کریتیو بریفه. زمانی که کریتیو بریف برای من میاد، من میتونم با استفاده از دیتابیس هایی که مثل BAV اینا وجود داره ببینم که قبلا مثلا برای این محصولی که من قرار تبلیغ بکنم یا حالا کریتیوش رو انجام بدم جای دیگه دنیا چه کمپینایی لانچ شده. میگم که مثلا محصول اینه، گروه هدف من اینه، در این موقعیت جغرافیایی برای مثلا این مشخصات و بعد من میتونم تمام کمپینایی که دنیا قبلا اجرا شده رو ببینم. خب این خیلی تاثیر میذاره تو کاری که من میخوام انجام بدم. قاعدتا دایره ذهنی منو وسیع‌تر میکنه، دایره خلاقیت منو وسیع‌تر میکنه. اینه که این حداقل کاری که ما امروز از ماشین ها میتونیم انتظار داشتیم برامون انجام بدن. قبل از اینکه با اون مرحله واقعا به نظرم خیلی زود داریم وامیدیم و خیلی زود داریم همیشه دست ماشین میسپاریم. ما باید حتی استراتژی تبلیغات رو الان به نظر ماشین نمیتونه بنویسه، چون توش اون هیومن بیهیور وجود نداره، رفتار انسانی، اون هیومن امپاتی در واقع وجود نداره. اینه که به نظرم میرسه که فعلا خیلی خوبه که ما داریم ماشینا رو ترین میکنیم، داریم ازشون به عنوان ابزار استفاده میکنیم، اما نگرانی من همینه که تک و توک دارم میبینم که حتی بین همکارانمون همون چیزی که ماشین بهشون میده دارن استفاده میکنن و این همون چیزی که میگم که به نظر مثل ما کم کم داریم توسط ماشین اهلی میشیم و یه ذره ترسناکه این برای من. چقدر واژه خوبی، داریم اهلی میشیم. یعنی ما خودمون یه عمر اهلی میکردیم همین موجودات رو، ولی الان داریم آموخته میشیم با هوش مصنوعی یا ماشین. ببین چون اشاره کردی به اون تیکه های استراتژی مارکتینگ و اینا که علی استادشه، ببین یه نکته، تو چقدر اعتماد میکنی به دیتایی که میگیری؟ بذار برگردین یه ذره قدیمتر. فکر میکنم حداقل
شما که اساتید منید، یک نسل قبل‌تر از ما، بعد ما اومدیم، تازه ما یه روزای جوون محسوب می‌شدیم به خدا پیش شما دیگه. الان همه با هم پیریم و جوونایی داریم که CMOهای متولد 80 داریم، یعنی قشنگ تو مارکت بچهای تالنت خیلی خوبی دارن کار میکنن. ولی یادمونه ماها که من دقیقاً یادمه که ما مثلا وقتی می‌خواستیم یک تحلیلی بدیم، یک بریفی بنویسیم، یک بیزینس پلنی بنویسیم، مارکتینگ پلنی بنویسیم، چقدر با وسواس اون مصاحبه هایی که میرفتیم، این جلسات اینترویو و همه اینا. و الان من دیدم که اعتماد میکنن به ماشین، پرسونای فاوندرها رو میدن به ماشین، میگن این یه همچین پرسونایی داره، این صاحب این بیزینس است، حالا این بیزینس هم این مختصاتشه، تو اگه بخوای یه بریف به من بدی، من یه پروپوزال از توش در بیارم برم کارو بگیرم، چی میدی؟ و بعد عیناً همونو برمیدارن میرن جلسه. تو چقدر اعتماد میکنی بهش؟ چون میدونیم هم که خطا داره. یعنی به قول یکی از ارائه های صبح اگه اشتباه نکنم دکتر آخی میگفت توهم میزنه، قشنگ داره ماشین اینو شروع میکنه از خودش جنریت کردن و توهم میزنه. من قشنگ با واژه توهم استفاده کرد. من قبلا بهش میگفتم که دروغ میگه، ولی امروز دکتر آخی گفت نه این دروغ نیست، این توهمه، واقعا میشونه جنریت میکنه برات. و تو چقدر میتونی که اعتماد کنی بهش و استفاده فاندامنتالی بشه ازش؟ خیلی سوال خوبیه، چون ما داریم ضبط میکنیم این پنل و این گفتگو رو. من بگم به تاریخ امروز، شاید در AI 1 هفته و 1 ماه خیلی زمان طولانی، امروز تقریباً برابر 0. شخص علیجای شهربانی برابر 0. ببین یه سری کارها هست که AI انجام میده. من ضمن احترام به همه دوستان جونیور خودم، خب اینو واقعا دارم میگم، در طول این سالها بعد یه مدتی خیلی از بچه‌ها میومدن به من میگفتن که علی جا مثلا ما کارآموز تو بشیم. من هیچ تجربه موفق کارآموزی واقعا نداشتم، خیلی کم. میخوام بگم AI این مسئله کارآموزی به نظر من از دو طرف حل کرده. خب نمیخوام بگم برا من حل کرده که یه حسی ایجاد بشه، که چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون دوست ما میخواست بره یه سری چیزهای پایه‌ای رو یاد بگیره، الان از AI میتونه با یه سری پرامپت‌های خوب، درست و قابل اعتماد یاد بگیره دیگه. قرولند و نمیدونم هزار تا مسئله به قول شما من مسنم تحمل نمیکنه. اینو اول این سایدشو بگم. حقیقت مطلب در این ساید واقعا به نظر من AI برای من در بیزینس مردم که مثلا همین الان یه بیزینسی از چند صد میلیارد تومان فروششه و من باید برم اونجا به عنوان مشاور پاسخگو باشم که این یه عددی بهش اضافه شه، به عنوان یک کارآموز، یا بهتره بگم اولش کارآموز و بعد دستیار بسیار تازه کار، بسیار تازه کار، من میتونم بهش اعتماد کنم. من کیس بگم، بر اساس آنچه که اون داشت به من دیکته میکرد و فرمولاسیون، من این اعتماده رو انجام دادم. آنچه که اون میگفت و من رفتم رو دیتابیس، چون یکی از کارهای من آنالیز دیتاست، به ویژه در بحث‌های فروش و سود و بحث‌های بازار. تمام دیتاهای منو از بین برد، یعنی دیتاهای منو انقدر کثیف کرد که اگر من یک بکاپی از اون دیتا نداشتم، حداقل اون چند روز کارم عقب میافتاد تا برم دوباره اون کارخونه و اون دیتا رو بگیرم. راحت میتونه اینو از بین ببره. در مورد آنچه که ماکان عزیز فرمودن که اصلا واقعا زیر 0، یعنی من خودم هم تست کردم، مثلا میری پرسونا رو میدی، به قول شما شرکت رو میدی، یه پلن تبلیغات بده، میگه حضور در سوشال مدیا، وبسایت خود را تقویت کنید، نمیدونم فلان. نه واقعا زیر 0. در کار من خیلی مفیده. من در پروپوزال نوشتن ازش به عنوان، باز اون دوتا کامنت رو بگم، یک دستیار بسیار تازه کار و حالا اون که شما واژه قشنگی به کار متوهم استفاده میکنم در خلاصه کردن ریپورت ها. ببین واقعا دستیار خیلی خوبیه، ولی اینکه اعتماد هیچی. یعنی خودت حتی توی پروژه هایی که داری به من فقط شاید یه تولزیه که داری استفاده میکنی و کمک میگیری. بله، من تمام آنچه که ببینید، اولا من چند روز پیش
یه سوال خیلی مشخص خاص رو بهش دادم، اشتباه حل کرد. خب و با یه اعتماد به نفسی اشتباه حل میکنه که ممکنه آبروبر باشه اون چیزی که شما دارید میگید، ممکنه برای اون دوستان ما اتفاقات بدی بیفته. یعنی بعضی موقع ها مدل های پریمیومی که حتی من پول میدم، یعنی اینقدر دیگه، وقتی خودشون پایین نوشته که آقا مثلا در چت جی پی تی که واضح اون پایین نوشته ممکنه من اشتباه کنم، چیزای مهم رو من نپرسه، چک کن. من در جدول‌های آماری که میخواستم ببرم برای مشتری گفتم بذارین داده‌ای که خودم روش کار کردم و تبدیل شده به یک دیتایی که یه بینشی روش هست و با چت جی پی تی هم امتحان بکنم. احمد جان باور نمی‌کنی عدد جمع عدد درصدها رو به 100 نرسوند، یعنی باید 100 میشد. یه سری اتفاقات ببین از این اتفاقات میفته، ولی اینه که کلیت ماجرا رو قشنگ در میاره که شما بعداً تست کنی بخونی. بله یعنی آره خب این خیلی ویژگی مهمیه، اما بیا از این ورم بهش نگاه کنیم. ببین تو دیتا آنالیز یا اون بخش پردیکتیو ای آی یا اون تحلیل داده ها و اینا که خب حداقل یک دهه است که داره کار میکنه و ترین هم شده دیگه، علنا توی مدلای توصیه کننده خیلی هم خوب شده الان توی دیجیتال مارکتینگ زیاد داریمش. اما تو حوزه کریئیتیو حالا اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، اگه بپذیریم که انسان هزاره سوم بسیار تنبل شد. من یادمه که باز این برمیگرده ماها هممون یادمونه، شاید مخاطبای ما یادشون نباشه، دفترچه تلفن یه کانسپت جدی بود با خودکار و شماره های ثابت رو باید مینوشتی و حفظ میکردی و شماره حفظ کردن کار سختی نبود. به جرات الان شخصا میتونم بگم یه دونه شماره حفظ نیستم، برای اینکه خب هر لحظه بخوام یا تو گوشیمه یا اگه خاموش شده میرم از جیمیلم در میارم، خلاصه 1000 تا فون بوک هست که بهش برسم. این تنبل شدنه تو حوزه کریئیتیو مارکتینگ خیلی نقش داره و انگار ببین ذاتاً که کار کرییشن یه تنبلی نمکی داره، یعنی شما همیشه تا دقیقه 90 صبر میکنی و یه آنی داره دیگه، انگار که اون آنه حالا میتونه خوش شانس باشی 2 هفته قبل به دست بیاد و بشه و تو درگیر پروژه باشی، میشم نه واقعا 1 ساعت قبل پروژه که داریم میریم آره پیش کارفرما داریم میریم اونجا اون لحظه جنریت شه. و وقتی اینقدر تنبل میشیم تو حوزه کریئیتیو، به نظرت آیندهش رو این سمت چطوری میبینی؟ ما مواجهیم با چه نوع محتوای مارکتینگی یا تو حوزه برند دیگه باید یه چیزای مصنوعی ببینیم یا نه انقدر واقعی و خلاق میشه که میشه بهش نمره داد و گفت یس دیگه حالا همینه؟ ببین خیلی یه فکر من رفتم یه جور دیگه یهو همه چی رو دیدم این صحبتی کردی. ضمن که ماشین خودش متوهمه و یه وقتی اصلا اینجوری لرن شده اون ماشینه که اشتباه کنه، مخصوصا اشتباه میکنه چون میخواد که شما اصلاحش بکنی و این میتونه ایمپروو بکنه دیتایی که داره رو، یا مثلا میخواد واقعا یاد بگیری چیز جدید رو، مخصوصا اشتباه میگه. ما کاربرهای متوهمی هم داریم حالا که به اون توهمه استناد میکنن و امروز ما داریم میگیم که 2 تا چیز از بین نخواهد رفت: خلاقیت انسانی و درک رفتار انسانی، که اینا رو ماشین نمیتونه از خودش بروز بده امروز. حالا من همیشه فکر میکردم که خب شاید ماشین یه روز بتونه بروز بده. حالا اگر خلاقیت انسانی و امپاتی در واقع از بین رفت در انسان، چطور؟ تنبل میشه اون تیکه. دقیقاً. حالا اون تایی که نیم ساعته من بهش اشاره کردم، WHO سازمان بهداشت جهانی میگه که 10 تا چیزو میگه انسان به لحاظ روانی سالم این 10 تا رو باید داشته باشه. یکیش تفکر خلاق، یکیش تفکر انتقادی. حالا تو این 10 تا شما فکر بکنید که از یک نسلی در یک جامعه مثلا بوده که تو مدارسش اصلا سیستم آموزش اینجوری که خلاقیت درس نمیدن، یا تفکر انتقادی مذموم شناخته میشه. حالا این بچه‌ها بزرگ بشن
که نه تفکر خلاق یاد گرفتن، نه اساسا تفکر انتقادی میدونن چیه و نمیتونن سوال بپرسن حساب شرایط و پاسخ بدن، که همین الان جامعه داریم میبینیم نسل جدید رو که خیلی این شکلی هن، شاید نسل قدیم‌تر، آموزش ندیده‌تر. خب اون وقت دیگه خلاقیت و هیومن بیهیویر اینا دیگه وجود نداره. اون وقت واقعا میشه بهش یه پوستر متحرک خوشگل رنگی در مترو نشون داد و اون که هیچ روحی هم نداره و فقط داره یه پیام خیلی ساده میده. تو فیلم‌های فوتوریستی رو زیاد میبینیم دیگه، که طرف داره مثلا توی خیابونی داره میره و یه عالمه تابلو و دعوتش میکنم یا تو رستوران یا بیا از سرویس ما استفاده بکنین، همشون شبیه مثلا آدم یاد این مانگاهای ژاپنی میفته، ولی روحی خلاقیت توش نیست، فقط انگار که یه دعوت انیمیشنیه مثلا. بعید نیست این اتفاق هم میفته، یعنی ممکنه که با اون سمت هم بریم و این خیلی ترسناکه به نظر من. این یه چیزی که وجود داره، حالا من اولش در مورد گناه ها صحبت کردم، مثلا به قول بعضی از انسان دیرین شناس ها در واقع میگن که این انسانی که ما هستیم هومو ساپینس اصلا گونه نیست، برای اینکه ما برای اینکه تبدیل به یک گونه جاندار بشیم باید چند میلیون سال بگذره تا ثبات پیدا بکنیم. هنوز که هنوز ما یه بخشیم داره فرگشت پیدا میکنه دیگه در بدن انسان، میبینیم دیگه. ما حتی هنوز به یک گونه رسمی نشدیم و ممکنه واقعا سر همین قضیه منقرض بشیم. یعنی اصلا این نیست قبل از اینکه ما برسیم فیلم هالیوودی داره میشه. ببین آخه خیلی ساده میتونیم ببین یه زمانی مثلا نگاه کن نسل قبلی که مثلا فیلم می‌دیدن چه فیلم‌هایی نگاه می‌کردن، نسل جدید چه فیلم‌هایی داره نگاه می‌کنه. کاملا مشخصه که در طول تمام این سال‌ها اون تفکر خلاقه کمتر شده، تبدیل شده به یه سری چیزایی بگیم اینترتینمنت و انگار که مثلا ما کلاً داریم از اون چیزی که ویژگی‌هایی که مغزمون میتونه داشته باشه داریم دور میشیم و داریم اتکا می‌کنیم فقط به ابزار. و این اون چیز ترسناکه به نظر من. اگر ماشین ها باشن کارشون رو بکنن، ما زمان بیشتری برای این داشته باشیم خلقت انسانی بروز بدیم یا آرت تولید بکنیم یا برگردیم فرهنگی که داره از بین میره رو دوباره میسازیم فلان، این اوکیه. ولی متاسفانه من واقعا کاریکاتورترین تصویری که از ذهنم دارم اون آدم توپولان توی والی که انقدر هیچ کاری ندارن بکنن، فقط غذا میخورن و فیلم نگاه میکنن و این به نظر من خیلی ترسناکه. اون خیلی خوب این تصویری که ترسیم میکنه ماکان واقعا شبیه فیلم‌های هالیوودیه، مثلا ساینس فیکشن ها و اینا. ببین من فکر میکنم الان از جایی که این سوال رو شاید اگه موضوع پنلمونم انصافاً مارکتینگ و هوش مصنوعی نبود اینو میپرسیدم از هر دو بزرگوار. چون ببین تعریف CMO چیف مارکتینگ آفیسر از هر دو بزرگوار میخوام همینو بپرسم، چون تو کریر پس هر خب سازمان‌ها که میبینیم بعد از CMO معمولاً کجا باید برن؟ CEO جا اونجاست. و این یعنی چی؟ یعنی تو به یه بلوغی رسیدی، یک تجربه‌ای داری، یک تجربه زیسته‌ای داری و حالا اون دانش و تجربه اجازه میده که اشراف داری همون بحث‌های فرهنگی، شناخت و همه اینها که دیگه الان یه بیزینس مدیریت کنیم. اما آنچه که امروز داری میبینیم بیشتر تکنیکال لیدا دارن این تایتل رو بر میدارن، تکنیکالیست ها شاید بهتر بگم، چون خب تولز بلدن، هوش مصنوعی هست، ابزارهایی بوده تو این یه دهه گذشته که تونستن استفاده کنن و واقعا هم باید صادقانه نگاه کنیم دیگه، همه ما هم درگیرش بودیم و استفاده کردیم و میکنیم. جذابه و نتیجه میده. یعنی شما شاید 100 نشی ولی یه بیزینسیه که یه استانداردهایی رو داره، پولم در میاره. حالا یک جایگاه اپل قرار نیست بشه، خودش هم موقعی که بریف داره میده پوزیشن میکنه، میگه که اپل که اونجاست، دومی هم که اونه، منم تو لوکال میخوام این پوزیشن رو بگیرم. قشنگ ماشین میچینه، میگه شما اینجا میرسی پولت هم در میاری.
اما خب تعریف CMO و نقش CMO یا CEO حتی برای رشد و تو مسیر گروس اصلا این نیست. اون یه کارهای خارق العاده میکنه، ریسک برمیداره. ماشین ریسک بر نمیداره، ریسک برمیداره میگه من در زمان کرونا میخوام اتفاقا اینوست کنم. اینو به هر ماشینی بگی میگه نه نکن، غلطه، یه مسیر دیگه میچینه. بنابراین من خواهش میکنم که این تعریف رو خب دوست دارم یاد بگیرم، این تعریف رو از نگاه هر جفتتون بدونم. CMO اصلا کارش چیه آقا؟ باید چی کار کنه؟ علیجا به کی میگه CMO؟ خیلی ممنون. من برای اینکه این سوال خیلی خوب جواب بدم دو تا زمینه بچینم. اول اینکه به فضای استارتاپی ما و فضای تکی ما به نظر من در ایران خیلی تریبون داشته، بنابراین خیلی هم دیده شده و یه سری از جوونا هم فکر میکنن که فضای کاری یعنی این. ولی من الان عدد ندارم احمد جان، شاید شما که الان در به قول معروف اون کور قضیه هستی، مرکز قضیه هستی، شاید شما بتونی بهتر جواب بدی. فضای کسب و کار ایران با همین مقداری که کوچیک شده، چقدرش استارتاپیه، چقدرش تکه، چقدرش فضای سنتیه. آخرین عدد علیجا 6.9% از GDP ایران اقتصاد دیجیتاله، که یعنی همه تراکنش ها و اینا هم میشمرن توشا، یعنی هر حوزه‌ای که میکشیم هم اینا میگن اقتصاد دیجیتال. با همه اون 6.9%. پس بنابراین هنوز یک سهم بسیار بزرگی برمیگرده به کسب و کارهایی که من نمیخوام بگم سنتی، این اسم درستی نیست، اونا هم مدرن شدن، بروز شدن، اما کسب و کارهایی هستن که در این قاچ نمی گنجن در فضای کسب و کار خودشون. اونا هم CMO دارن. اول میخوام اینو بگم، اونا مدیر ارشد بازاریابی حتما دارن و فضای کسب و کارشون یه چیز دیگه است. یه بخشی از این که بچه‌های اینه که دیده میشه، ببینید یه کمی خطای شناختی نداشته باشیم، اینه که دیده میشه که آدم‌های تکی میرن CMO رو برمیدارن، جدای از اینه که درسته یا نه، حالا در بخش بعدی من بهش میپردازم، اینه که اینا تریبون داشتن. ولی مثلا شما مدیر ارشد بازاریابی ممکنه با این پوزیشن هم نباشه، اصلا مدیر رئیس بازاریابی باشه ها، مثلا اینجوری تو این شرکتایی که رئیس بازاریابی فولاد فلان که مثلا تراکنش 3 ماه شاید اندازه فضای کل استارتاپی ما باشه، اون داره چه فعالیت هایی رو انجام میده. دوستان من باید برن اونم ببینن. یعنی اگر اینا رو هم دیدیم میتونیم یک تعریف بزرگتر و درستری از مدیر ارشد بازاریابی داشته باشیم. ضمن اینکه یه دوست خوبی، این پارت اول ارزم، ببخشید که زمین چینیش طولانی شد ولی به نظر من چون مهم بود، یه گزارشی منتشر کرد برای یه بخشی از بازار، من نمیگم همه دنیا، ولی یه گزارشی از کشورهای توسعه یافته. آقا سن CMO چند سال بوده؟ از این منظر نگاه کرد. ماکان جان خیلی جالبه، شما مثلا تو صنف‌های مختلف در اون استادی می‌دیدی که مثلا 40 سال، 45 سال، 50 سال، 55 سال. این وقتی ما میگیم مدیر ارشد بازاریابی، یک تجربیاتی در چندین صنف، یک تجربیاتی در بازاریابی، یک تجربیاتی در روابط انسانی باید داشته باشه تا به اینجا برسه. مثل خیلی از چیزهای دیگری که در کشور ما سریع، ببخشید من جمله رو دارم میگم، من از همه عذرخواهی میکنم، ولی سریع دستمالی میشه و از بین میره. همین سیلولیه. مثلا من رفته بودم یه مشاوره، چون حالا شما شخصا نمیشناسین، غیبت نمیشه، افشا هم نمیشه، رفته بودم یه مشاوره شرکت هم فولادی، مدیر فروش آژانس تبلیغات، مدیرم نه کارمندش، رفته بود کارهای تبلیغاتی اون شرکت رو انجام بده. خیلی هم اوضاع جالب نبود. وقتی هم ما رفتیم باش خداحافظی کردن. فردا پس فرداش دیدم که توی لینکدین مثلا با من کانکشن زده. من تایید کردم، دیدم نوشته CMO. و ببین دیگه این آدم خودشو با این پوزیشن میکنه، مثلا 2 سال کار فروش در آژانس تبلیغاتی، بعد به واسطه روابط زیادی که با اون شرکت داشته رفته اونجا شده کارشناس بازاریابی، بعد دیگه میشه CMO. میدونی یعنی وقتی که تو لینکدین زدی CMO، خودت برای خودت دیگه نمیتونی خودتو بکشی پایین.
میتونی بیای بگی آقا سوپروایزر مثلا بازاریابی، نمیشه. این دوتا مقدمه. اما شاید تو عرایزم گفتم تعریف رو، CMO کسیه که به نظر من مهمتر از هر چیزی قدرت راهبری و مدیریت و همونطوری که اشاره کردی ریسک یک سازمانو داره. من جایی که CMO بودم وایسادم گفتم این کارو نمی کنم و یه دوره هم از اون سازمان کنار گذاشته شدم، ولی دیدن که این کاری که علی جا انجام نداد و چند میلیارد تومان هزینه نکرد در اون 3 ماهی که علی جا باشون کار نمیکرد و داشت مشاوره متفرق بیرون میداد به نفعشون شد و دوباره باشون کار کردن. بنابراین این خیلی مهمه. CMO به نظر من کسیه که اختیار رو از مدیر عامل، از CEO بگیره و دردی که تو جامعه ایران هست در فضای کار رو علاج کنه. اون درد چیه؟ مشکل اینه یه کشتی رو در نظر بگی قراره یه مسیری بره. من همیشه سر کلاسام مثال میزنم. این کلاسی که توی تبسل هم در کالج خدمت شما هستم، خدمت بچه‌ها گفتم وقتی داشتم بازاریابی استراتژیک رو تشریح میکردم، گفتم ببین یه کشتی داره یه طرفی میره. به نظر من هیئت مدیره، هیئت عامل، CEO توی اون اتاق فرمان کشتی هن. اینا جهت‌دهی‌های اصلی رو میگن. آقا ما از ایران با این کشتیه میریم ایتالیا، این داستان اوناست. اما اینکه چه جوری میریم، کجا بهینه است، چه اتفاقاتی خوبه، چه اتفاقاتی در این مسیر بده، کجا وایسیم، کجا وای نستیم، سوختو چه جوری هندل کنیم، تیمو این کار لایه بعدیه که الان که به ما مربوطه به نظر من مارکتینگه و لایه‌های اپریشنال و فانکشن شاید حالا تو کشتی‌های قدیمی میرسه به اونجایی که دارن زغال سنگو میریزن توی اون سیستم که موتور حرکت کنه. درد سازمان‌های ما اینه و به نظرم CMO باید وایسن و این اختیار رو بگیرن، اینه که کاپیتان کشتی، هیئت مدیره هم تو اون موتور خونن. یعنی مثلا میگه رنگ مثلا بیلبوردمون مثلا هیئت مدیره اینو میگه، مدیر عامل هم همینو میگه. بعد من به CMO که مثلا مشاور کلی میگم یعنی اگه تو همچین چیزای کوچیکو تو کمپین چند 10 میلیاردی داری اینا رو وارد میکنی، تو له میشی زیر بار اینکه دونه دونه تک این تسکا خورده تسکا اینا رو علی جا پولشو میده دیگه، منم دارم پولمو میگیرم دیگه، بذار نظر بده. میگم واقعا کمپین دیر میشه، این اصلا بین میره و فردا تو یه کار، تو یه محصول میخوای بیاری بالا، این پروموشنش بود، اونو میخوای چیکار کنی؟ میگه اونم مثل همین و تبدیل میشه به یک آدم به نظر من مجری اوامر مدیر عامل و هیئت مدیره. به نظر من اگه این حالتهای نقدشو گفتم اون ور نگاه کنیم به تعریف میرسیم. دست در نکنه. ماکان تو به کی میگی CMO واقعا؟ ببین یه دعوایی وجود داره توی اصولا سازمان ها، میگن که CMO کلا تیم مارکتینگ برندینگ خرج میکنه، تیم فروش پول در میاره. اصولا زور بچه فروش بیشتره تو سازمان ها، تو بسیاری از سازمان ها بخوام بگم. به خاطر همینم اون جایی به نظر من اون رئیس دپارتمان مارکتینگ رو موفقه که در واقع یه سری چیزهایی رو همونطوری که علی جا گفت داشته باشه، یه سری امتیازاتی رو انگار از هیئت مدیرش باید گرفته باشه، خودش بتونه یه سری کارا رو پیش ببره. مسئله اینه که باز من از همون منظر کریتیو سعی میکنم بیشتر بهش نگاه کنم برای اینکه فرق این ماجرا مشخص بشه. تو سینما این شکلیه که مثلا اگر فیلمی توی جشنواره جهانی جایزه میگیره، فیلم احتمالاً فیلم هنریه و مخاطب خاص داره. در صنعت تبلیغات اینطور نیست، به این دلیل که 3 شاخصه صنعت تبلیغات رو در واقع لحاظ میکنن توی داوری ها. این که بریفت چی بوده، اپروچت چی بوده، ریزالتت چی بوده. بر اساس این هاست که میان امتیاز میدن. مهمترین جشنواره تبلیغات دنیا چیه؟ شیرهای کن که تو همون شهر کن که جشنواره سینمایی برگزار میشه، اونجا اینا برگزار میکنن. اسمش جشنواره شیرهای کن بود و بعدش کم کم شد که بیشتر رو تبلیغات متمرکز بود، بعدش شد جشنواره خلاقیت شیرهای کن. تا اینجا داشته باشید.
سال 2017 یک کتابی منتشر میشه که این کتاب در جشنواره کن توزیع میشه، همون شیرهای کن، به اسم Case for Creativity، پرونده‌ای برای خلاقیت، یا یه ذره حالت جنایی مانند داره دیگه. کیس اینجا مفهوم یه ذره دادگاهی و اینا داره. آقای سیمونز که این کتاب رو نوشته میاد تبلیغاتی که در جشنواره‌های جهانی جایزه گرفتن و 10 سال گذشته بررسی میکنه. اینجا یه نقشه یه CMOی پررنگ میشه و میبینه که تقریبا تمام این کارهایی که جایزه گرفتن اتفاقا در ضمن خیلی کار خلاقی هم بودن، ضمن که کار خیلی خلاقی بودن اتفاقا خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی منجر به فروش شدن. ما کار تبلیغات واسه فروش انجام میدیم دیگه. ریزالت اینجا خیلی پررنگ بوده. مقدمه این کتاب CMO یونیلیور یه چیزی نوشته، میگه ما در یونیلیور خیلی دیتا درایون همیشه بودیم، یعنی همیشه بر اساس دیتا کار میکنیم، آگهی تو د پوینت دایرکت، ما هیچ خلاقیت نمیخوایم. تارگت رو پیدا کن، ببین چجوری مثلا میشه باهاش حرف زد، دیتا رو بریز جلوش، بگو حالا بیا جنس منو بخر، سیگنال بخر، عکس بخر، نمیدونم فلان برند منو بخر. دوباره از دستمون در رفت. دو تا آگهی ساختیم که خلاقیت داشت، جفتش یادم جایزه گرفت، اتفاقا باعث فروش خیلی زیاد ما شدن. ببین اینجاست که در واقع به نظر من من وقتی جلوی CMO میشینم که قراره که سفارش دهنده من باشه، باش قضاوتش میکنم. کسی که داره با من زبانی تکنیکال صحبت میکنه یا کسی که داره با یک زبانی تکنیکالی با من صحبت میکنه که قراره به ازاش از من خلاقیت بخواد. دقیقاً فرق بین این دو نفر میتونه این باشه، یکی کاملا تکنیکال بر اساس دیتا، بر اساس آنالیز، بر اساس ابزار میبره جلو کارشو که دوباره اینجا هوش مصنوعی میتونه وارد بشه. یه کسی که میگه من اینا رو به تو میدم و تو به من خلاقیتی بده بر اساس یه سری دیتای اضافه، اینسایت مخاطبم، اینکه دقیقاً گروه هدف من چه کسیه، اینکه قراره که من به کجای این بازار برسم به لحاظ حالا احساسی. یه زمانی بود ما میگفتیم آگهی B2B و B2C و الان رسما تبلیغات داره به سمت B2، یعنی رفته به سمت B2H و اصلا بیزنس تو هیومن داره رفتار میکنه. من یه ذره میترسم سر این قضیه دوباره، به خاطر اینکه با یه دوستی داشتم صحبت میکردم که ایشون در حوزه مدیریت پروژه آدمای ایرانی هستن ولی جزو آدمای جهانی هستن، یعنی در حوزه اون کتاب پنباک و فرایند جزو نویسنده هستن. یه حرفی به من زد، گفتم که ببین نظرت چیه مثلا در مورد هوش مصنوعی اینا؟ گفت ببین وقتی من یه سر مدیریت پروژه‌ام وصل به انسان، چطور میتونم به هوش مصنوعی اعتماد بکنم که حالا بخش باجت و بخش تایم و بخش اسکوپ و اینا رو چیز داشته باشه و من اصلا دیتا بده. اون بخش نیروی انسانی منو چجوری میخواد؟ مگه اون میتونه در حال تک تک اون آدم ها رفتارشون، شرایطشون به من پیشنهاد بده یا بخواد به من خط بده؟ به نظرم میرسه که بعضی از امروز مثلا یه ذره CMOی جوان‌تری که من دارم میبینم یا وقتی جلسات احساس میکنم که خیلی ترند بازن. یعنی ببین مثلا که همین دوست من زد، گفتش که یهو لینکدین پر شده از کلی آدم بین‌المللی هوش مصنوعی و مدیریت پروژه. انگار میگه قبلش اینا دقیقاً یه چیز دیگر رو وصل می‌کردن به مدیریت پروژه، قبلش دوباره یه چیز دیگر رو وصل می‌کردن به مدیریت پروژه. الان هم این شکلی شده. الان مثلا همه تو شغل ما دنبال اینن که ابزارهای جدید در حوزه هوش مصنوعی پیدا بکنیم. من فکر کنم واقعاً خیلی بد این حرف که می‌خوام بزنم، در مورد هم نمیگم، ولی فکر می‌کنم که بخشی از CMOهای ما امروز یا شاید یه ذره نسل جوان‌تری که اتفاقاً مهارت‌های بیشتری هم دارن، برای اینه که وقت خالی بیشتری داشته باشن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، نه برای اینکه بتونن ریزالت بهتری داشته باشن. این حداقل من سعی کردم بیشتر احساسی در موردش صحبت بکنم به نسبت اون حسی که وقتی تو جلسات میگیرم به نسبت این فضاها. خیلی خوب آرتیکولش کردی، ببین خیلی مؤدبانه گفتا. بله. خیلی برای اینکه وقتشون رو آزاد کنن اینا، نه ولی خیلی خوب آرتیکولش کردی. ببین من همیشه
وقتی میام مثلا کل بیزینس رو تشبیه کنیم به یه فیلم سینمایی، CEO اون تهیه کننده است که خب باجت گذاشته و سناریو رو پذیرفته و حالا اینجوریه که بریم اینو بسازیم. پس CMO معمولا اون کارگردانن که همون اتوریتی، اون دیسیژن میکینگه و همه اینها که خب باید قطعاً از نورپرداز خوب کنار دستش باشه. اگه یک نورپرداز خوب کنار دست یک کارگردان باشه میتونه لول کار رو چند پله ببره بالاتر. یک تصویر بردار خوب مثل کلاری تو هر فیلمی بذاری، چوبم بذاری که کارگردانی کنه، خب کلاری کار خوب در میاره، چون تصویر بردار بین المللی میدونه که باید چی کار کنه. ولی هیچ وقت آقای کلاری کارگردان نیست، تصویر بردار خوبیه، اونی که اون تصمیمه رو میگیره، اون دیسیژنه رو تیک میزنه و اون جنگی که علی جا گفت یا اون تصمیمی که تو گفتی میگیره، اون کار اون CMO است. و واقعیتش هم اینه که یک بخشش تجربه زیسته هست که به نظرم تو صحبت‌های هر جفت شما بزرگواران بود. و چون وقتمونم الان دیگه کم کم به من دوبار احسان رد شد فکر کنم اشاره کرد. آره رفتش. خب پس ادامه بدیم. به عنوان آخرین سوالم، خیلی دلم میخواد، بازم اینم شخصیه، اگر بخوایم که تصویر کنیم، ببین چون اگه اون شخصی سازیه که تو صحبتاتون بود، B2H که اینجا باز مطرح شد که یعنی شما دیگه برای نفر، یعنی به تعداد مخاطبت دیگه کانتنت جنریت میکنی و به دستش میرسونی. اینجا رو چقدر دور میبینید یا نزدیک میبینید یا اصلا خوبه؟ ببین رو کاغذ قشنگه، صادقانه، مثلا با تحلیل دیجیتال مارکتینگ و اتریبیوشن ها و اتوماسیون ها، ترکر ها، اینا نگاه میکنی میبینی خب CTR خیلی میبره بالا. اما واقعیتش اینه که تجربه زیسته جمعی رو به هم میریزه. یعنی یک تبلیغی که تو اتوبان من دیدم، بعد تو هم دیدی، با هم دیدی، میتونیم در موردش حرف بزنیم، علی جا توییتش کرده، میدونیم که الان میتونیم در مورد این حرف بزنیم چون دیدیم. حالا درسته توی سلیقه من مثلا نیست، تو سلیقه علی جا هم نیست. اصلا درست انقدر داریم میریم به سمت اینکه این CTR هی بره بالاتر، بگیم شخصی سازیه، چون به هر حال فروش مهمه دیگه، بیزینس هم هستن برای فروش و پول در آوردن. ولی آینده اینو هر دو بزرگوار چطور میبینید؟ اصلا مسیری که داریم میریم به نظر من که باید بریم آزمون و خطاش کنیم، هنوز نمیدونیم چیه. ولی راف بخوام بگم اینجوری هم که موضوعی دیگه نداریم برای حرف زدن اون وقت. اگه قرار باشه بازی تو ارائه ماکان، علی جا یه چیزی گفت گیمای اینتراکتیو، خب اگه قرار باشه کانتر رو من بازی کنم، یک تجربه شخصی من باشه، مال شما دو بزرگوارم مال خودتون باشه و ما اصلا دیالوگی نداریم در موردش که کدوم مرحله رفتیم چی کار کردیم، حالا اون مرحله هر رو چی کار کنم حل میشه و اینا، خیلی دیگه شخصی. خب میشینیم ماتریکس دیگه، من میشینم توی سبد خودم رو بهم وصل کنید اینا رو همونجا زندگی میکنم. ترسناکه صادقانه. من میخوام بدونم شما کدوم برای اینو ترسیم میکنید، اصلا خوبه یا بده؟ واقعیت مطلب اینه که درست میگی ترسناکه، با اتفاقاتی هم که الان بزرگان فناوری جدای از بحث AI و تبلیغات دارن رقم میزنن. یه تراشه‌ای توی زیر پوست طرف بذاریم که یک سری سیگنال بگیره. حالا اگه سیگنال رو گرفت موبایل شد چی؟ یعنی مثلا ما با هم حرف زدیم، بعد این به قول ماکان هنوزم بشری نیستیم که به تکامل نهایی رسیدیم، بعد این حرف زدن هم بین رفت. بعد اگر همون تو هم تبلیغات پخش کردن برای من خیلی شخصی چی؟ دیگه اصلا تبلیغات به این نوع دیسپلی و داستان سرایی که ما میشناسیم هم شاید از بین میره. این واقعیت مطلب ترسناکه. ولی اگه برگردیم به صحبت شما که هنوز یه چند استپ از این فضای خیلی تیره و تار و وادی بودن که ماکان جان اشاره کرد گذر کنیم، واقعیت مطلب اینه که ببین ما به خاطر فروش بیشتر تبلیغات و بازاریابی رو هی شخصی تر میکنیم. بعد به یه مرزی میرسیم به نظر من که میبینیم آره یه مشکل دیگه ای ازش اومد بیرون. اون همدلیه در تبلیغات و برنامه‌های بازاریابی همونطوری که شما گفتی
از بین رفت و واقعیت مطلب اینه که آدم‌ها راجع به تبلیغات به عنوان یک پیام جدای از اون نقش اصلی که داره برای فروش صحبت میکنن. نه ما منتقدا، نه ما دستن در کار، کسانی که جزء عامه مردمن. و وقتی این فضا به اینجا برسه، به نظر من اگه به اونجا برسه، به اون ته برسه، اون دستن در کاران اصلی و اون کسانی که رهبری اندیشه رو دست دارن، به نظرم فتیلشو میکشن پایین. ببین تجربه اون امپاتی بود که ماکانم میگفت. اگه ببین گل از همه رنگ، این مال 30 چند سال پیشه ماکان، همین سال پیشه، ولی من یادم همه ماها یادمونه. ببین یعنی این یک جریان اجتماعی ساخت، فرهنگی ساخت، اصلا ربط یا پیکان، تبلیغات پیکان اصلا ما رو وارد یه به نظر من عصر صنعتی شدن کرد. ما کارخونه داشتیم، فلان داشتیم، ولی زیاد اون امپاسیه یا اون جریان اجتماعی شکل نگرفته بود، ولی با پیکان دیگه این شکل میگیره. پس ببین صنعت اومد، اینا دیگه نداریم. یعنی من خودم شخصی سازیه رو آره با نگاه فروش خیلی هم خوبه، CTR میره بالا، تیکشو میزنیم، میگیم خیلی خوبه، ولی به قول تو شاید یه جایی بکشن پایین. امیدوارم زود بفهمندش. از نظر تو کدوم وری میره این بنظر ماکان؟ ببین ما خیلی مصرف، انگار که مثلا جامعه مارکتینگ و بیشتر جامعه فروش ما خیلی مصرف کننده است. ما این میشنویم و یه ورکشاپ که من در موردش میگذارم، مثلا استفاده از کوکی ها در مارکتینگ. بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا من نشستم تو خونه، یهو میبینم که مسیج، یا دارم یه کاری انجام میدم، مسیج برام میاد ماکان جان طباخی شبانه روزی برنامه کوچولو دلتنگ شماست. چرا؟ چون من یه بار مثلا سفارش داده بودم، حالا دیگه اون دیتای مونده اونجا و حالا بیا درستش بکن. یا مثلا یه جای من رفتم یه دیدم و کوکی فعال بوده و تا آخر عمرم احتمالاً دایه چه می‌دونم بخارپز چیه، هواپز مثلا اون بغل و ببینم. یعنی متری خیارشور. آره مثلا نیم متری خیارشور چند روز پیش دوباره دلتنگ من شده. من نمیدونم چه کردم در اسنپ فود و اینا. ولی مسئله اینه که